احرارزاده محمد احرار. من برای آن نام خود را عوض نمودم که نام من پیشتر نظرов اصلالدین احرارویچ بود. در حزب نهضت اسلام شامل شده بودم. به خاطر آن نام خود را عوض نمودم که نمیخواهم که همان نام برای من باشد. نام خود را عوض نمودم از باعث همین نهضتی ها. وقتی که ما شامل به حزب نهضت اسلام شدیم، ما فکر کردیم که برای وطن خدمت میکنیم، برای وطن جان و جانمون. اما بعد از آن که فهمیدیم که اینها این خیلی تروریست چیز بودن، ما از حزب نهضت برآمدیم. نام خود را حتی عوض نمودم به خاطر همین و برای همون انسان هایی که از خارج کشور استاده وطن جان و جان ما را بد میگویند، من به آنها گفتنی هستم تاجیکستان عزیز پیش رفته استاده است. تاجیکستان عزیز آباد شده استاده است. ما نمیخواهیم که به سالهای 92 برگردیم، باز ناآرامی شود. شما این اغواگری رو بس کنید. خصوصا محمد اقبال صدرالدین، من به تو میگم این گپ رو، این کارها خطا هست، این کارها درست نیست. اغواگری در شریعت قطعا معنی است. خدای تبارک و تعالی اغواگر را بد میبیند. پیامبر صلی الله علیه و سلم اغواگر را نهایت دوست نمیدارد. بسیار درباره اغواگرها حدیث های مبارک پیامبر است. تو خودت از نام پیامبر استاده گپ میزنی، مردم به شور و افغان میخزی. این خیلی ممکن نیست. و به همون سرور همین نهضت اسلام محی الدین کبیری گفتنی هستم که برادر بس است از دور استاده این خیلی نغمه ها کردن. اگر مرد هستید آمده در تاجیکستان زندگی کنید، تاجیکستان آباد کنید. چی لازم است در خارج کشور استاده وطن پرزیدنت کشور بد گفتن، از عقبش بد گفتن؟ ما دوست نمید. من نغز میشناسد محی الدین کبیری. محی الدین کبیری منم نغز میشناسم. بسیار کنفرانسی ها با وا میخوردیم. برای همین دوست نمیدارم. من یک تا داملای حقگو هستم در همین ظفرآباد. همه من نمیشناسد داملا اصلالدین گفته، اما الحال داملا محمد. نمیخوام دیگه منم اصلالدین گویم، برای آنکه من همان وقت همین نام خودم بعدی که از حزب نهضت برآمدم نام خودم خط زدم به خاطر شماها که همین خیلی خیانت کردید به وطن، به ملت. خستید گریختید رفتید کیم گجا دیگر جای استاده وطن ما را بد گفته استاده. وطن ما بسیار نغز است. من یک تا اعضای حزب نهضت در ناحیه ظفرآباد، یگان کس من داده است. من خودم مخصوص آمده همین برآمده کرده هستم که همانها گوش کنن. من دائما فیسبوک، من این یوتیوب یک کشاده میبینم، هر خیلی گپا برآمده درباره محترم جناب عالی میگن، درباره تاجیکستان میگن. و تاجیکستان چیکار شده؟ تاجیکستان نغز، پیشروی مردم خوب، مردم نغز زندگی دارد. و شما استاده فقط دروغ میگید، فقط حزب نهضت همه جا استاده با پیمان ملی تشکیل کردید. پیمان ملی تون هم برای خودتون های، همون حزباتون هم برای خودتون های. و ممنوع دیگر همچون حزب تروریست دیگر و عمل هم نمیکند. ما دیگر شما نمیشناسیم همچون هم حزب.